سلام، حالتون چطوره؟ به یک ویدیو یوتیوب دیگه خوش اومدین. کتابی که میخوایم امروز راجعش صحبت کنیم این کتاب فوق‌العاده و معروف از یک نویسنده خیلی معروف ایرانی که خیلی هم فروش داشته و حسابی ترکونده. اول بگم که من ازش خیلی لذت بردم و خیلی خوشم اومد. یکی از به نظر مهمترین نکاتی که داشت این بود که این کتاب قسمت بندیه. فصل داره ولی هر فصل دوباره اومده تقسیم شده و تیتر داره. یک کتاب منسجمیه. خب چرا میگم منسجمه؟ برای اینکه وقتی شما تیتر رو میخونی در واقع هر مطلبی که مربوط به اون تیتر باشه تو اون قسمت گفته شده. این چیز اضافه و جدا و خارجی نیست. این خیلی نکته خوبیه برای اینکه خیلی وقتا نویسنده ها انگار به خاطر حجم مطالبی که میخوان عنوان بکنن شاید هر قسمت بیاد حتی موضوعاتی داشته باشه که در واقع مربوط به اون تیتر و سرفصلی که داره نیست، ولی این کتاب خیلی خوب این موضوع رو رعایت کرده. من خیلی این کتاب رو دوست داشتم دقیقا به خاطر همین انسجامی که داشت، یعنی هر مطلب کامل موضوعاتی که مربوط بهش بود عنوان شده بود، مثالی اگر بود زده شده بود و خیلی راحت، یعنی کلماتی که استفاده کردن باعث میشد که شما خیلی قشنگ اون معنا و مفهومی که نویسنده میخواد رو درک بکنید. نه خیلی اومده ساختارهای عجیب و غریب ادبی داشت، نه حالا بگیم خیلی هم عامیانه بود، اما انقدر قشنگ عنوان شده بود، انقدر لحن صمیمی داره این کتاب که شما رو به خودش همراه میکنه. من واقعا آفرین میگم به خانم مقیمی که اینقدر قلم خوبی داره. این کتاب یک کتاب قطوریه، یعنی شما شاید 2-3 هفته زمان لازم دارید اگر هر روز بخونید برای اینکه این کتاب رو تموم بکنید. و چون قسمت بندی شده شما مثلا میتونید انتخاب بکنید که اول مواردی بخونید که مربوط به روابط احساسیه، یا اول مواردی بخونید که مربوط مثلا به حوزه کاری شما، سمت خانواده است. این یک دیگه از نکته‌های مثبتش بود که خواستم بگم، یعنی میتونید انتخاب بکنید. اما بهتره که از اول همونطور که ایشون پله پله اومدن جلو و هی گسترده شده موضوع و هی بستش دادن همونجوری شروع کنید. ولی اگر نخواستید و قصدتون این بود که هر بخش خودتون که خواستید اول وسط یا آخرش بخونید میتونید انتخاب بکنید. بخشی داشت این کتاب خیلی جالب بود و من دوست داشتم. میگفتش که ما یه وقتایی خب به خاطر اینکه درس میخونیم، کار میکنیم، حالا عضو خانواده هستیم، ممکنه که مادر باشیم یا پارتنر باشیم، گاهی ما اون خاطر خستگی ها، فشارها، استرس هایی که داریم شاید مثلا نتونیم به بخش دانشگاهیمون برسیم، اما ما یه خونه ای داریم که ما عضوی از اون خانواده هستیم و اونا به ما نیاز دارن. ما باید یه از وظایفمون که اونجا هست رو انجام بدیم. پس درسته شاید یه بخشی از وجود ما دچار استرس و تنش و ناراحتی یا کاراش پیش نمیره، اما بخشای دیگه هم تو زندگی وجود داره که ما نیاز داریم اونجا هم باشیم، اونجا هم برسیم. این خیلی جالب. مثلا خود من که این دوره، یعنی تو دوره‌ای که هستم مثلا شلوغه، خیلی حالا کارام پیچ خورده، براش میگفتم که وای من باید این همه چیز رو هندل بکنم و وقتی به این قسمت از کتاب رسیدم خیلی برام جالب بود. خب که یه بخشی کنترلش دست من نیست، هر تلاشی که بابتش لازمه رو دارم انجام میدم، ولی حالا به هر دلیل اون کار پیش نرفت. اما قسمت‌های دیگر از زندگی هست که باید کاور بشه. مثلا حالا خودم مثال میزنم، درسته که کار ارشد داره هی طول میکشه، پیچ میخوره، بالا پایین میشه، خیلی وقت گیره، اما این دلیل نمیشه که من بیام حالا ورزشمو بذارم کنار، دیگه ورزش نکنم، یا اون سالم خوریه رو بذارم کنار، دیگه انجامش ندم. اینو با خودم فکر کردم، آره تو زندگی من این قسمت کامل سرو میکنه. یه خوبی که داره، خیلی خوب میشه این کتاب و حرفایی که میزنه رو تو زندگی خودمون پیدا بکنیم. یعنی در واقع انگار داره واقعیت‌های زندگی رو بررسی میکنه. خب خیلی جالبه. من خیلی این کتاب دوست داشتم، خیلی خوشم اومد. از اون کتابایی که به نظرم پیش خودتون نگهش دارین، میخواین به کسی قرضش ندین و مثلا اگر الان خوندین 2 ماه بعد دوباره بخونین و داشته باشینش. من خودم قسمتاشو هایلایت کردم، خیلی برام جذاب بود. یه کتاب جامع و کامله، موضوعات مختلفی رو بررسی کرده و شما به نظر من هر کسی که کتاب رو میخونه حتی اگه یک چیزهایی باشه تو ذهنش همیشه مبهم و گنگ باشه میتونه به جوابی برسه، چون این کتاب خیلی خوب اومده موضوعات متفاوت رو بررسی کرده که توی زندگی هممون باهاش مواجه میشیم. پس به نظر من حتما بخونیدش، ازش لذت میبرید
و درسته که کتابیه که قطوره، صفحات زیادی داره و شاید حتی 1 ماه طول بکشه خوندنش، اما انقدر موارد مفید و درست و لازمی توش گفته شده که به نظرم حتما همه باید این کتاب رو بخونیدش و ازش لذت ببرید. مرسی که تو یک ویدیو دیگه همراه من بودید. مرسی که اینجا هستید، ویدیوهای منو به دوستانتون براشون میفرستید و منو به اونها معرفی میکنید. اگر کتاب خاصی مد نظرتون هست که دوستون راجعش صحبت بشه، حتما بهم بگید. اگر این کتاب رو خوندید نظرتون رو برام بنویسید و ممنونم از همراهیتون، اینکه لایک میکنید، کامنت میذارید و حتما سابسکرایب کنید. امیدوارم که ادامه تابستون خیلی عالی پیش بره، یکم از این گرما کم بشه، همون داره میپذیم. مرسی از حضورتون.